در ادامه جنگ احمد شاه درانی شخصاً با لشکر انبوه افغان برای سرکوب بلوچ‌ها به میدان شورابک رفت. به نوشته قاضی عطاالله خان پیشاوری میدان شورابک از تعداد زیاد نیروهای سپاه احمد شاه در خود می‌جوشید، اما میرنصیر خان بلوچ با شجاعت و دلاوری به نیروهای احمد شاه حمله می‌کرد. چون خطوط دفاعی نیروهای احمد شاه محکم بود، میرنصیر خان عقب نشینی کرد و در شاه مران موضع گرفت. در این جنگ بزرگترین فرماندهان احمد شاه و تمام سران قبایل هشتگان افغانستان با نیروهای قومیشان مشترکان در مقابل بلوچ‌ها ایستادند. بلوچ‌ها در حالی که با دلیری می‌جنگیدند از چند طرف محاصره شدند و سنگرهای خود را از دست دادند. جنگ به اندازه‌ای شدت گرفت که هم نیروهای افغان و هم بلوچ‌ها سلاح‌های خود را از دست دادند و بدون سلاح با دست خالی به جنگ رو در روی آوردند. پس از چند ماه مقاومت بلوچ‌ها، احمد شاه مجبور به صلح شد و قرارداد صلح با نصیر خان امضا کرد.